سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به این ویدیو. امروز میخوایم آموزش نحوه کار با سایت توم پلنتس رو خدمتتون آموزش بدیم. اکنون در سایت tomplanets.com هستیم. وارد قسمت اصلی پروژه یعنی سیاره مریخ به آدرس mars.tomplanets.com میشیم. بالای صفحه اصلی که الان میبینید یک منوی وجود داره که گزینه اول همین پیجی هست که الان دارید نگاه میکنید که نقشه بازی هستش که توی اون زمین های پروژه توم پلنتس که به صورت NFT بر روی بلاکچین ارز تون هستند رو میتونید ببینید. این خونه های قرمز هر کدوم از اینها یک زمین هستند که خب تعدادشون در پروژه 6500 تا زمینه که حدود 3500 تاش در واقع الان فروخته شده. اونایی که به رنگ سبز هستش قابل فروش هست و مثلا این 30 تونه، مثلا اگه روش بزنید این 44 تونه و اونایی که به رنگ قرمز هست برای فروش قرار داده نشده. منویی که این بالا هست چند تا قسمت داره که من حالا مهماشو براتون توضیح میدم. بخش گیم وارد بازی بخش پروژه میشید. بخش دکس وارد صرافی میشید. تو NFT میتونید NFT هایی همه NFT هایی که توی بلاکچین تو کیف پولتون هست رو ببینید. در قسمت پلی تو ارن منوهای مربوط به بازی هستش که خب مهماشو من براتون توضیح میدم. یکیش لند سالز هست که مارکت بازی هست و قسمت بعدی که مهمه فری مارکت هست که توی اون میتونید سکه هایی که تو بازی رو به دست میارید و خرید و فروش کنید. و قسمت رنت هم مربوط به اجاره کردن و اجاره دادن زمین و سایر آیتم هست. مارسولوژی هم راهنمای بازی هست و لینک هم که من حالا واردش بشم، لینک های مهم پروژه رو بهتون نمایش داده که سایت که کانال های تلگرامی و چت های تلگرامی، کیف پول های اصلی پروژه، آدرس کانترکت ژتون های پروژه که مارس یکی از مهمترین اونهاست که تعداد ساپلایش رو اینجا نوشته 4 میلیارد و 656 میلیون توکن در حال حاضر وجود داره. لینک مربوط به NFT های پروژه که زمین ها رو میتونید در اینجا ببینید. مدرک ها، مارس بویت ها، ساختمون ها و اچیومنت هایی به اسم پایونیر، کلونایزر و ایندستریالایزر و یکی دوتا NFT دیگه. اولین کاری که باید بکنیم اینه که کیف پول اون رو به سایت وصل کنیم که بتونیم وارد بازی بشیم. با زدن دکمه کانکت ولت کیف پولتون رو وصل کنید. این ویو آل ولت رو من میزنم که ببینید چه کیف پول هایی رو میتونید بهش وصل کنید. ولت تلگرام خب قبلا گفتیم که استفاده نکنید و چون که به خاطر تحریم ها پول توش بلاک میشه و توصیه نمیشه و از ولت تون کیپر خب بهترین گزینه است و تون ها و مای تون ولت هم میتونید استفاده کنید. الان مثلا من چون کیف پولی که روی گوشیم هست تون هاب هست این گزینه رو انتخاب میکنم. شما اگه خواستید میتونید تون کیپر رو انتخاب کنید که یک QR کد به شما میده و اینو توی گوشیتون اسکن میکنید و در واقع میتونید وارد بازی بشید. من این ویدیو رو پاوز میکنم و ادامهش رو مجدد برای شما ضبط میکنم. خب من کیف پولم رو وصل کردم. همینطور که میبینید قسمت بالای سمت راست سایت اسمم اومده و با رفتن روی این گزینه میتونم پروفایل و گیم آیتم و یه سری گزینه های دیگه که از اینجا خارج میشه مثلا کانکتش ببینید. با زدن روی پروفایل میتونم وارد پروفایلم بشم و یه سری از مشخصات خودم رو ادیت کنم. مثلا اینجا اسمی هست که توی بازی برای شما نمایش داده میشه، میتونید اینو عوض کنید. در دفعه اول که این انجام میدید این کار رو
یه اسمی همینجور به صورت رندوم به شما میده که خب اینو میتونید از این قسمت عوض کنید و یک سری تنظیمات اضافه اینجا هستش به اسم ادیشنال ستینگ که میتونید توی بازی مشخص کنید که چه چیزایی رو به شما نمایش بده و چه چیزایی رو نمایش نده. فکر میکنم همین گزینه‌ای که من تیک زدم فعال باشه واسهتون کافیه و اینایی که خاموشه هم همینجوری خاموش نگه دارید. خب وارد بازی میشیم. از بخش زدن دکمه گیم یا زدن این گزینه جویستیکی که این پایین هست وارد پنل هم میشم. برای ورود به بازی شما نیاز به زمین دارید. اگر زمین نداشته باشید این قسمت براتون خالی میشه و هیچ چیزی پایین نمیبینید. به محض اینکه اولین زمینتون رو خرید کنید توی ربات میتونید از یک گزینه دریافت هدیه استفاده کنید و تعداد 5 عدد مارسوید دریافت کنید و 1 عدد خونه که اینا رو بازی بعد به خاطر ورود شما به پروژه، به خاطر ورود شما به بازی بهتون هدیه میده. خب نحوه بازی به این صورت هست که شما کارگرها رو که مارسوید هستن رو روی زمین قرار میدید. اونها شروع میکنن به استخراج یک سری محصولات اینجا جمع میشن برای شما. به مرور زمان محصولات رو میفروشید در این قسمت و سکه جمع میکنید، سکه هایی به اسم ام کوین که الان اینجا مثلا من 2784 تا ام کوین دارم. این پنل رو قبلا من استارت زدم. خب برای شما احتمالا در شروع خیلی کمتر از این هست، یا صفر یا یه مقدار ناچیزی هست که حالا شاید تو گروه جمع کرده باشید. نحوه کار به این صورت است که روی مارسوید وقتی میخواین بذارینش روی زمین، روی مارسوید میزنید، زمین مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و دکمه موو رو میزنید. ببینید که الان این علامت ضبط درش رفت و این علامت به این صورت در اومد، یعنی الان مارسوید روی زمین قرار گرفته و ظرفیتی که الان اینجا نوشته به صورت 1/1 هست، یعنی 1 ظرفیت زمین پر شده. ما چون میخوایم تعداد بیشتری مارسوید روی زمین بذاریم باید از خونه استفاده کنیم. یه خونه که اینجا وجود داره رو روی زمین منتقل میکنیم. زمین چمن بود، زمین علفزار. من اینو موو میکنم اینجا، یعنی روی خونه میزنم. یه بار دیگه بذارید انجام بدم. روی خونه میزنم، زمین رو انتخاب میکنم، دکمه موو رو میزنم. این دکمه رو نزنید چون که این خونه رو از بین میبره. دکمه موو رو میزنم، میره داخل، روی زمین قرار میگیره. میبینید که ظرفیت زمین اون 5 شده. حالا مارسوید هایی که وجود داره رو میتونیم منتقل کنیم دونه دونه توی خونه. به این صورت زمین رو انتخاب میکنیم، خونه رو انتخاب میکنیم و موو رو میزنیم. یا اینکه یه گزینه دیگه که وجود داره اینه که خونه رو انتخاب کنید و بارگیری مارسوید رو بزنید. این گزینه اول ستلد مارسوید ها همشون میان داخل خونه قرار میگیرن. اینو میزنم، تعداد 3 تا مارسوید بیکار داشتم، تایید میکنم. این 3 تا مارسویدی که اینجا بود میرم وارد خونه میشن. این یه دونه رو میفرستم تو خونه، دوباره موو و الان ظرفیت مارسویدم، ظرفیت خونم به صورت 5/5 در اومده. این نحوه شروع بازی هست. توضیحات بعدی بازی رو توی ویدیوهای دیگه بهتون آموزش میدم که خود زیاد طولانی نشه. روزتون بخیر، با ما همراه باشید.